you have to apply for senior. پس این کارم نکن، اپلای نکن. اصلا اینطوری سیستم اینطوری دیزاین نشده که شما اپلای کنید اینترویو بگیرید. خیلی خیلی ریت پایینی، مثلا شما باید 100 تا اپلای کنی شاید یه دونه اینترویو بگیرید اگه بخوای از روش ترادیشنال برید. اگر که کار سینیور کردیم و اکسپریانس سینیور دارین، نرید جونیور اپلای کنید. شما یاد بگیرید چجوری ولیوتون رو به کمپانیا پرزنت کنید. متاسفانه اکثر بچهای مهاجر چون بلد نیستن خودشون رو پرزنت کنن و اون اکسپریانس و ولیوشون رو بفروشن، میرن کار جونیور رو اپلای میکنن، اونم قبول نمیشن. چون تو وقتی سینیوری سنت یه جوریه که جونیور نیستی، اصلا زشته که بری تو اون کمپانی. اصلا کمپانی it doesn't look right. بعد تو میری با 35 سال سن 40 سال سن جونیور اپلای میکنی، خود کمپانی و تو رو بگیره بذاره لای اون 4 تا جونیور، عجیب غریبه. That doesn't how it that is not how it works. The way it works، تو یاد میدم چجوری خودتون رو پوزیشن کنید که اون جا رو بگیرید، بعد پوزیشن کنید که چجوری حرف بزنید. اصلا میری اینترویو واسه چقدر چونه بزنی؟ خیلی از بچه‌ها اونقدر پایین چونه میزنن همونجا دیسکوالیفای میشن. طرف اومده به من میگه نه من پایین گفتم که منو بگیرن. تو فکر کردی اون کمپانی بیکاره که بیاد مثلا بقالیه که بیاد مثلا تو پایین بگی داره عجیبش میده؟ نه اصلا این خبرا نیستش. کمپانی باجت داره، باجتش هم اتفاقا میخواد بده به آدم پروفشنال بگیره، چون بهش به مدیره باجت دادن، گفتن آقا این $100,000 برو یه آدم حسابی بردا بیار کار ما رو انجام بده. تو اگه میدونی که 100 تا میارزی بیا پیش الکس.